سلام، ویدیو جدید شروع میکنیم. درس جدید، صفحه 65، درس 7 ورمتو میشه وقت زمان. خب اینجا 4 تا کلمه رو نوشته، اصطلاح نوشته، شکلش هم نوشته، خیلی مشخص نیستش. ولی اینجا روز دابردن، شب موقع خواب لکانوشت، اینجا عصر غروبه که دیگه خورشید رفته همون میبینن دابر وچر. اینجا هم صبح دوبر اوترو، صبح بخیر. اینا رو برای اینجا میذاشتیم. کلمات جدید در مورد وقت زمان: کالندار تقویم، دن روز، ستمیتسا هفته، مسیت ماه، گودینا سال. اینجا میزونه تقویم کشیده سپتامبری 2014 تقویم کالندار. پایین داریم که کلکو دنی ایما ادنا ستمیتساتا، داره میگه که چند روز داریم ما در یک هفته. ادنا ستمیتسا ایما سدم دنی، یک هفته داره 7 روز. حالا اینجا چند تا سوال همجوری پرسیده. کلکو ستمیتسی ایما ادین مسیت، داره میگه که چند تا هفته داره یه ماه. ادین مسیت ایما چطوری ستمیتسی. ستمیتسا جمع بود، مفرد بود، جمعش میشه ستمیتسی. کلکو مسیتسا ایما ادنا گودینا، داره میگه که چند تا هفته، اینجا من اشتباه نوشتم، مسیتسا ماه بوده، چند تا ماه داره یه سال. ادنا گودینا ایما دوانایست ستمیتسی. من اینجا بازم اومدم خودم ستمیتسی رو نوشتم چون فکر می‌کردم هفته میگه 52 هفته نوشتم. حالا مسیتسا رو خواسته، دوانایست مسیتسا. کلکودنی ایما ادین مسیت، داره میگه که چند روز هستش یک ماه. ادین مسیت ایما تریس دنی، یه ماه داره 30 روز. کلکودنی ایما ادنا گودینا، چند روز هستش یک سال. ادنا گودینا ایما تریستوتین 600 ایپت دنی، یه سال داره 365 روز. این ور دوباره لغات جدید داریم. روزای هفته است. کویدن دنس، امروز چه روزیه؟ پوندلنیک دوشنبه، وتورنیک سه‌شنبه، سریادا چهارشنبه، چتورتک پنجشنبه، پتک جمعه، سبوتا شنبه، ندلیا یکشنبه. قانون خاصی نداره ولی این وتورنیک میشه دومین روز هفته. خب روز هفتهشون از دوشنبه شروع میشه سه‌شنبه. سریادای چتورتک میشه این چتور، خب میشه چهارمین روز. چهارمین روز هفته میشه پنجشنبه. پتفک پنجمین روز میشه جمعه. اینا که سبوتا و ندلیا شنبه و یکشنبه. این پایین اینا رو باید وصل کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 داره به اینجا که 1 پوندلنیک، 2 وصلش میکنیم به اینجا وتورنیک، 3 سریادا، 4 چتورتک، 5 پتک، 6 سبوتا، 7 ندلیا. اینجا اومده مثل تمرین قبلی، درسای قبلشون به هم ریخته است که شما باید مرتبش کنید که مثلا همین روزای هفته است: پوندلنیک، وتورنیک، سریادا، چتورتک، پتک، سبوتا، ندلیا. رو باید مرتب کنید، این پایین بنویسید. صفحه 66 دوباره ماه هاست، لغات جدید. یانواری، فبرواری، مارت، آپریل، مای، یونی، یولی، آوگوست، سپتامبری، اکتبری، نوامبری، دکمبری. مثل ماه ها از ژانویه تا دسامبر. تمرین 5 ماه ها رو نوشته، شما باید بنویسین که ماه چنده. مثلا مارس 3، مای 5، آوگوست 8، یونی 6، یانواری 1، آپریل 4، نوامبری 11، یولی 7، اکتبری 10، فبرواری 2، دکمبری 12، سپتامبری 9. حالا این پایین یه دونه گراماتیک مهمه. این مثلا میخوایم بگین یکم، دوم، سوم، نمیخوایم بگیم یک.
یک خب میدونیم مثلا میشه ادنا، ادین، ادنوینا. حالا اینجا میخوایم بگیم یکم، میگیم پروی برای مشگیرود مذکر، ژنسگیرود مؤنث پروا، سردینرود خونسا پرو، جمعش هم پروی. اینا رو مؤنث و خونسا و جمع رو میدونین دیگه. جمع همه ای گرفته، سردینرود خونسا او گرفته، مؤنثا آ گرفته. ما همین اینو میخونیم. پروی ویتوری میشه دوم، ترتی سوم، چتورتی چهارم، دیگه اینا همه تهش ای میگیره. پتی شستی، سدمی نمیگیم سدمی، میگیم سدمی، اوسمو میگن اسمی، 9 دوتی، 10 دستی. پروی ویتوری اصلا کلا لغتش فرق داره. سه همون تری، یه تریتی تهش دوباره ای گرفته، تی گرفته. چهار چتری شده چتورتی، بقیه هم که پتی شستی سدمی اسمی دوتی دستی. حالا این پایین اومده نمیشه 10 آگوست 2010. بخوایم بگیم 10 آگوست میشه دستی آگوست دوه هلیادی 2000 ای دستا گودینا. اینجا دوباره به غیر از اینکه میگیم 10 آگوست، این 2010 هم میشه 2010، برای همین شده دستا. چرا؟ چون گودینا مؤنثه، این دستی نشده، مؤنثش استفاده شده، دستا گودینا. یعنی هم 10 میگن 10، هم این سالی که 2010 این هم میگن 2010. این دستا گودینا. اینجا اومده همینا رو 1 2 3 4 5 6 تا 10 گذاشته. مثلا اسمی خودش اومده وصل کرده به 8، پتی مثلا 5، پروی 1، دستی 10، ویتوری 2، چتورتی 4، تریتی 3، سدمی 7، دوتی 2، شستی 6. حالا این پایین یه تمرینه که از همین اینا مؤنث مذکریناشو بخوایم استفاده کنیم. ببینیم گفته اینجا ما 4 باید بذاریم. چای چیه؟ مذکره، میشه چتورتی. چتورتی چای، یعنی چای چهارم. اسلادولت بستنی مذکره، 3 تا هم گفته. ترتی اسلادولت سومی بستنی. 2 تا خواسته. سالاتا، سالاتا چیه؟ مؤنثه، 2 میشه ویتوری، حالا مؤنثش میشه ویتورا، ویتورا سالاتا دومی سالات. دن روز، 10 روز مذکره، دستی دن. سدمیتسا دوباره مؤنثه، 8 اسما سدمیتسا. دته خونسا بچه، 6 تا خواسته، شستو دته. ساندویچ 5 تا مذکر، پتی ساندویچ 5 ساندویچ. مسیت 7 تا، 7 میشه سدمی مسیت. گودینا مؤنث، 9 دوتا گودینا. خب یه دونه دیالوگ داریم پایین. کویدن ادنس، امو چه روزیه؟ دنس پوندلنیک، امروز هست دوشنبه. آوتره و فردا اوتره و تورنیک، فردا هست سه‌شنبه. ببخشید. اما میگم چه روزیه؟ کوی استفاده شده، کویدن. حالا میخوایم تاریخ بگیم، داتا، مجبوریم کویا استفاده کنیم مؤنث. کویا داتا دنس، تاریخ امروز چیه؟ دنس دوتی دکمبری، امروز هست 9 دسامبر. ایمام روژدندن، تولد داریم، روز تولد داریم. پایینش هم میگه چستید روژدندن، تولد مبارک. خب فکر کنم برای این ویدیو بسه. این رو بریم برای ویدیو بعدی. تا ویدیو بعدی.